با مقصد در عمل تطبیق نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است و علم فروغ معرفت در کتابخانه علمی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک باباجان غفرов تالاری الهیده برای نگهداری کتاب‌های توصیوی و جای نشست برای مطالعه داوطلبان آزمون‌های مذکور تشکیل کردید. در روز با استفاده دادن این تالاری مذکور رکتوری دانشگاه ایوب عثمانزاده شورای خلقی تاجیکستان فرزانه نماینده از کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سود و استادان دانشجویان دانشگاه اشتراک نموده از شرایط و امکانات‌های فراهم آورده آن دیدن نمودند. از سوی بازدید گفته شد که همه شرایط خوب برای خواهشمندان فراهم آورده شده است که دانشجویان می‌توانند فراوان از ادبیات گوناگون استفاده نموده هم دانش خود را پوره گردانند و هم با آزمون‌های گوناگون اعلان گردیده آمادگی بینند. دانشگاه دولتی خوجند همه ساله در آزمون‌های هم شهری و هم ولایتی و هم جمهوری جای‌های نمایان را اشغال می‌کنند، ولی ما با این دستاوردهای آنها قناعتمند نیستیم. من گمان می‌کنم که محض تأسیس یافتن همین اصلا نیت ما هم همین است که تا شاه جایزه رسیم، از بین دانشجویان ما، دکتران و استادان ما به شاه جایزه رسند و من گمان می‌کنم که از این بعد تأسیس یافتن همین دو تالار موفقیت از ماست و همیشه کوشش میکنیم که تمام اون نظامنامه طبق نظامنامه طلبات های نظامنامه هر چیزی که طلب کرده میشد ما برای اشتراک داران همین دو آزمون در همین تالار ها فراهم آوریم تا که غالبان ما باز هم بیشتر شوند. اطلاع داده شد که در فوند عمومی کتابخانه علمی دانشگاه بیش از 250,000 کتاب موجود بوده. از این شماره 83,548 ادبیات علمی، 125,082 ادبیات تعلیمی، 8,626 عدد ادبیات عمومی سیاسی و 32,288 عدد را ادبیات بدیعی تشکیل می‌دهند. در برابر این 385 رساله علمی استادان دانشگاه و 1824 فشرده رساله علمی نیز نگهداری کرده می‌شود. همزمان تاکید کرده شد که برای تشکیل گردیدن این دو تالار در دوام یک سال بیش از 10,000 کتاب خریداری کرده شده. این اقدام ادامه می‌یابد. دانشجویان باشند این اقدام پیشگرفته رئیس دانشگاه را امری ضروری شمرده برای نظرند که تشکیل یافتن چنین تالار می‌تواند شماره دانشجویانی را که می‌خواهند در آزمون‌ها اشتراک نمایند بیشتر می‌کند، زیرا تمام ادبیات ضروری برای خواهشمندان فراهم آورده شده است. امروز یکی از اقدام‌های بهترین را در دانشگاه ما براه ماندند که گشوده شدن دو تالار فروغ صبح دانایی و علم فروغ معرفت میباشد. این تالارها بهترین یک اقدام بود، سری وقتی بود از طرف رکتور مؤسسه دولتی دانشگاه دولتی خوجند براه مانده شد که دانشجویان میتوانند مثال ما آمده در اینجا آماده شده در جمهوری رفته همون جایها در این آزمون‌هایی که طی 2 سال شد چندین سالهای اخیر در قلمرو جمهوری برگزار گردیده ایستادند میتوانیم اشتراک کرده با سر بلند جای گرفته آمده همین هم نام دانشگاه را نام فاکولتت ها را البته علم تاجیک را بلند برداریم. پس از بازدید از تالارهای الهیده رهبریت دانشگاه با استادان و دانشجویان صحبتی صمیمی دایر نمود. از نوع صحبت ذکر گردید که دوامی 4 سال میشود آزمون‌های جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است و طی 2 سال میشود که آزمون علم فروغ معرفت در سراسر کشور در سطح بلند تشکیل و برگزار شده ایستاده است. در دوام این مدت شماره خواهشمندانی که در آزمون‌ها اشتراک کرده ایستادند بیشتر میشود. مقصد از تشکیل و برگزار نمودن آن این جلب نسل نورس و جوان و کلانسالان به کتاب و کتابخانه و با این وسیله صاحب معرفت نمودن آنها ارزیابی کرده می شود. همزمان در ادامه صحبت شاعری خلقی تاجیکستان فرزانه نیز به سخن برآمده عاید به اهمیت کتاب سخنرانی نموده آن را یک مخزن بزرگ علم و دانش معنی داد نمود.